سلامت باشید. تشکر زیاد. فرمایید قبول میکنیم بعدا باز بفرمایید. عذر زیاد که گپ شما را قطع کردم برادر جان یاروف. واقعا مسئله ابلاوا مسئله است که باید این مسئله را باید کسایی که در داخل وطنن فعال جامعه باید این را بحث کنند در چنین یک افیرو. بسیار سوال هستند از طرف کمیسریات حربی باید این سوال جواب بگردونن، اما متاسفانه نیست. متاسفانه امروز ما در حالت قرار داریم که هر کسی که مسئول همون بخش است اون امروز گوشا را تای توقی کردگیه دیگه مجبوریم که از هر موضوع و هر چیز ما افیر ببریم تا که حداقل یک ابراز اندیشه کنند. این کارا برای در کدام صورت در کی صورت میگیره؟ در صورتی که انسان ها اشخاصی مثلا کسایی که در خارج زندگی میکنیم میگن که کسایی که در داخل وطن هستند از درد جامعه میگن، مثلا ژورنالیست‌ها و کسای فعال جامعه و اینا دسترسی ندارن برای همون خبر پهن کردن و ما یک چی میگیم و حکومت در عوضش یک جواب مینویسه یا که یک ردیه مینویسه یا که یک ابراز اندیشه میکنه و پوزیسیون خودش معلوم میکنه و باز اون رو میگیریم قیاس میکنیم. واقعیت ندارد میگه. بله، بعد میگیریم قیاسش میکنیم تا حد میایه که بعد دیگر با تحقیر کردن با سنگ زدن از این طرف و طرف این طرف اون طرف میرسه. مسئله ابلاوا من فکر میکنم که همین قانونی را که برآوردن که 20 چند هزار سومون است پرداخت میکنی و تر از همون جوابگری و همون مسئولیت همون وظیفه را که در پیش وطن داری اثرت ساقط میشوه. من چنین فکر میکنم که 22,000 سومون وطن نرخ ماندن. بله 22,000 سومون 22,500 خطا نکنم 500 شمایت اون بروی 50 دلار 22,500 22,500 سوم. من فکر شخصی من است که اینا وطن قیمت گذاشتگن وقت نرخ ماندگن 22,000 سومون و قانون را که در هر دولتی را که تطبیق میشوه باید اول یک فونکسیا داشته باشه. فونکسیا اولش اینه که به نفع جامعه و مردم باشه. در شرایط کنونی که امروز ما مردم داریم بیا یک حالت عادی یک معلم بگیریم که اگر بخواه که فرزند چه از همین مسئولیت یعنی پول بتیه و همین مسئولیت بخره دولت که دیگه فرزندش به صف قواهای مسلح تاجیکستان نره و 2 سال عمرش نگذرونه. 22,000 سومون با اون معاشی را که یک معلم میگیره 1,500 سومون. یک بار شما جمع طرحش کنید که چند ساله ها لازمه که یک معلم یک کارمندی عادیه که در قشر معمولی جامعه زندگی میکنه چند سال باید اون نخره نپوشه نمیدونم یگان مصرف دیگر نداشته باشه تا اینکه از همون روز زنگیریش سر کنه در جمع کنی را همین زنگیریش جمع کنه سر کنه کپیلکه کنه تا اینکه 22,000 سومانی جمع کنن. این قانون برای چی برآوردن؟ من فکر میکنم که بعد یعنی که در خصوص ابلاوا بسیار برنامه‌ها شدن در خصوص ابلاوا بعضی نوارها از داخل وطن در سامانه‌های اینترنتی و دنیای مجازی پهن شد. حکومت یک تصمیم گرفت که برای دیگر جواب نیست جای دیبات نداره و کسی هم نیست که در این سوالات جواب پاسخ بگردونه چون این یک اقدام پیشبری کرد که چرا فرزندای منصبداران نمیروند خدمت کنن؟ چرا مثلا فرزندی وزیر نمیره و چرا فرزندی گنرال نمیره و خدمت کنه؟ چرا آیا وطن برای همه که وطن باشه پس چرا هر جایی که مشکلات است هر جایی که کمبودی است هر جایی که سردی است هر جایی گرسنگی است هر جایی را که مثلا مشقت است باید ملت به دوشش بگیره و هر جایی را که استراحت است خوبی است یک فایده است باید مثلا حکومت نظارتش کنه یا که استفادهش ببره. به همون خاطر سبب شد همین چیز که حکومت قانون برآورد که با مبلغی با پرداخت نمودن 22,000 سومانی این یک مبلغی واقعا هم برای یک شهروند عادی که در جمهوری تاجیکستان در سطح حکومت کار میکنه اگر هیچ اصلا شاید دکتر باشه هر کاری نباشه جمع کردن 22,000 سومون این یک پولی هنگفت است. مسئله اول. مسئله دوم چرا باید ما یک چیز باید فکر کنیم که شما گم شده از اکران. ما شما رو تماشا داریم پیگیری داریم. مسئله را دیگه میره که در متاسفانه در جمهوری تاجیکستان هر وقتی که از کمبودی گپ میزنی بجای آنکه اقرار حداقل این قسما اقرار بشون که واقعا همچنین یک کمبودی در وطن وجود داره
کمبودی در آزادی بیان باشه، کمبودی دینی باشه، کمبودی محدودیت‌های مثلا ژورنالیستیکا و ساحه‌های حقوقی باشه، هر چیزی نباشه، بجای اون که یک حداقل یک قسمتی را اثبات یا کنن به کلا بگیرن که بله همین چیز در جمهوری وجود داره، شروع میکنن با طعنه زدن، با تحقیر کردن، با یک الفاظ دغل قطعی نسبت مثلا خائن گفتن، یک گپی معمولی شده است امروز در تاجیکستان. چرا نمیگن که کمبود در چیز که یک انسانی وطن دوست، یک انسانی که در اون وطن تولد شده است، 18 سال زندگی کرده است و او وطن دوست میداره، واقعا هم وطنش میدونه، اصلا مهم نیست که تاجیک است یا اینکه ازبک است، هر کسی نباشه، وطن او هست و مسئولیت است که برای باید 2 سال خدمت کنی تا اینکه همون قرض در پیش خیلی که برادر یارو وطنی قرض نیست، همون مسئولیت در پیش وطن، در پیش این مردمی که در وطن زندگی میکنن، همون مسئولیت ادا بکنی. چرا مردم نمیروند؟ سوال بهترین سوال فرمایید گفته این داشته باشین. در پایان با انتظار هستن. جمشید تو اینجا هستن، نروید اینجا، نفرای دیگه در پایان انتظار شوید. برادر جمشید اگر بالا بیارین یارو فهم یک بله 1 دقیقه واپروس میکنن منو. نه من متاسفانه مرا زنگ زدن از چیز پرید، از افیر شما برآمد. برادر فرهاد پیشنهادی را که برادر فرهاد کردین واقعا هم یک چیز دیگه، نقطه عجیب، یک همین افیری که شما تشکیل کردگی بسیار هم یک فرمتش عجیب، چون این یک فرمت تو امروز در فضای مجازی نیست، اینکه ما فقط در خصوص کمبودی میگیم و تنقید تحقیر میکنیم تو جایی را. بله. کمبودی را میگیم، تنقید میکنیم کمبودی را و تحقیر میکنیم و از همه مهمترین چیز با فکر میکنیم که امروز در فضای مجازی کسایی را که به مسائل سیاسی و مسائل اجتماعی، مسائل فرهنگی و به هر مسائلی که دست میزنن یا که در خصوصشون گپ میزنن، یک نکته هم علاوه کنید، خواهش میکنم. سبب شما هم پیشنهاد کنید، ابراز اندیشه فکرتون بگید که چی باید کرد. روی حل ما پیشنهاد کرده ایستادیم، روی حل رو گفته ایستادیم. بله من دارم پیشنهاد. من چی پیشنهاد دارم برای از بین بردن اینمی ابلاوا، این مشکلاتی را که امروز ما در تاجیکستان داریم، یعنی که به صف قواهای مسلح تاجیکستان شامل نشدن مردمی عادی که تو 18 سالن، اختیاری. در بعضی دولت ها مردم نوبت میستند تو اینکه برن به خدمت حربی، اختیاری هست. یعنی خدمت حربی یک مسئولیت هست، اما در برابر مسئولیت بدنش باید انسان خودش احساس مسئولیت کنه و اختیاری بره و همون 2 سال خدمتش ادا کنه. اولین مشکلی را که ما داریم، هر وقتی که همین بودجه کشور پارلمان تصمیم میگیره که در کجا چقدر مبلغش تقسیم کنیم، هر سال میبره منتشر میشه از سامانه‌های از یا پلوس اینا میبرنش اولین شده جمهوریت اینا. اولین چیزی را که ما مشاهده میکنیم، واقعا هم یک پولی کلان در قسم‌های حربی جدا میشه. در همین برای مدافعه بسیار هم یک مبلغ هنگوف جدا میشه، یک پولی خوب جدا میشه. اولین پیشنهادی را که من دارم از شهرهای بزرگ، مثلا از شهر دوشنبه، در شهر دوشنبه ما چند قسم‌های حربی داریم، کی از کمیته امنیت دولتی ملیش باشه، کی از دیگر ساختارهای قدرتی. در مثلا ناحیه رودکی من بعضی کوچه ها و بعضی خیابان ها و بعضی قشلاق های هستن که 3 تا 4 تا قسم حربی است. همین قسم های حربی که در داخل شهرهای بزرگن. یک سوال، همینا چی فونکسی را اجرا میکنن در شهر دوشنبه؟ اداره دولتی رو در وقت لازمه با همین مهلت اپراتیوی میتونن حمایت کنن. یک، قصر پرزیدنت حمایت میکنن، ایرپورت، پوچتا، موست، بخشش موست نیست، این هم دوره ریولوسیون دادم رسید از لنین، یکم پوچتا رو گیرید گفته است، تلگراف رو گیرید، موستا رو ویران کنید و دواریتسو رو گیرید. در دوشنبه همین است، نیک در دیگه جو نمیدونم برای چی. اگر اینکه بیای جواب همین باشه که جوابی چه خیلی که یورو گفتن، جواب همین باشه که برای ابجکت‌های دولتی را محافظت کردن در صورت یگان حادثه شدنش در داخل وطن، اپراتیوی حمایت کردن باشه. آیا شرطنامه‌ای را که بین 201 دیویزیای بازی حربی روسیه بستند، آیا یکی از پونکت‌های اساسی را که اجرا میکنه بازی 201 روسیه این نیست که در صورت یگان نزاع برخواستن در جمهوری تاجیکستان ابجکت‌هایی را که مثلا
اهمیت استراتژی دارن، خیلی که دوست می‌دارن گفتن، همون اهمیت استراتژی داشتگی را باید بیا محافظت کنن. 201 دیویزیا مبلغی برای چی شرایط مردم، اول اینکه برای چی مردم به صف قواهای مسلح اختیاری نمیروند. سبب اولش همین است که شرایط همون 2 سال از سر گذراندن و با بدن سالم از اونجا برآمدن امکانیت نداره. اینا همه میدونن، به همون خاطر مردم ترس جان دارن، به همون خاطر نمیرن. اگر مثلا روسیه بروه 50 در 50 شاید جای کار خوب بیه و شاید داره، اما اینکه به صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان شامل شود در این 2 سال حتی 90 بر 10 هم نیست که انسان 10% هم یگان باوری داشته باشه که جان به سلامت میبره در این 2 سال. اولین نبودن شرایط لازمه سببش در این است که شاید مبلغ گذاری نمیرسه برای همین قسم‌های حربی. اگر که مبلغ گذاری نمیرسه، مبلغ گذاری کشور نمیرسه، آیا نمیتونه که همین قسم‌های حربی را که در شهرهای بزرگ 5 تا 6 تا 7 تا از شهر دوشنبه یک قدم بیرون 5 6 تا از ناحیه رودکی 5 6 تا سمت مثلا 46 میکرورایون پایان برای 5 6 تا قسم‌های حربی، همین قسم‌های حربی را بسته کنن و همین مبلغی را که امروز همون مبلغی را که مجلس عالی مجلس نمایندگان که پارلمان پیش بینی میکنه هر سال همین مبلغ روانه کرده شود برای آنکه زندگی و معیشی و نمیفهم یک حالت لباس سانیتری و مثلا چیزایی که در سرحد از همه جای مهم 1400 کیلومتر ما سرحد داریم و در همین 1400 کیلومتر رحمت باید بگیم فدراسیون روسیه را و زمان شوروی را که همون سرحد مثلا کمینداتور زمانش بودن، زستاوا بودن که ایش بهش علاقمندی داره و امروز در دست قسم‌های حربی در دست حکومت دنیا که نظام تاجیکستان. آیا نمیشه که همین چیزا را ما کم بکنیم و همین مبلغ روانه کنیم برای اینکه سرحد کسایی که در سرحد خدمت حربی میکنن در یک شرایط خوبتر و بهتر زندگی کنن؟ یک کمبودی را از بین میبره. اول. دوم، آیا قانون درباره اینکه انسان ها موظفن که برن خدمت وطن مادر کنن؟ اگر در اون آمده باشه که من موظف نیستم، من یعنی قرض من این نیست که برم من در باغ یعنی که مثلا 2 سال خدمت من برم در خانه کدام رئیس کدام دهقان، نخود که یک انسانی سربازی را که سرباز این انسانیه که از همه قیمت زیادتر داشته و در بین مردم همو است. مردم محافظت میکنه با جانش، شب خواب نمیروه، روز خواب نمیروه. نخود که همو انسان یک انسانی دیگه بیایه، یک صاحب کار، یک دهقان، یک کسی دیگه بیایه اونقدر به ارزش باشه از گوشش بگیره ببره سربازه 2 سال در زمین کار بفرمونه. واقعا هم درست گفتید. یا اینکه سرباز یک انسانی پر افتخار برای پخته بچینه، یا اینکه سرباز یک انسانی پر افتخار برود در ساختمانی نمیفهمم اوخای بریگاد ساختمانی قسم‌های حربی هستند، نه خود یک انسانی که از مثلا سرحدبان در سرحد خدمت حربی میکنه 2 سال خدمتش میره در کیم کدام انسان در ساختمان وقتش میگذره. این تبلیغاتی است که اونا با خودش میاره و در دههشون نقل میکنه که 2 سال خدمت من چگونه گذشت، با او میره در یک نفر دیگر را نقل میکنه و همین چیز مردم هم میترسونن که به قسمای اختیاری نمیروند به صف قواهای مسلح شامل شوند. برای خدمت منصبداران نمیخوان رفتن. واقعا هم به خاطر چی؟ به خاطر که قدر قیمت منزلت یک انسانی سرباز برابر نال است. یکم سببش. دوم سببش وقتی که در قسمهای حربی از طرف اشخاصی را که رتبه یک کمک بالاتر دارن ظلم صورت میگیره، لط و کوب میشوند و این چیز رسانوی میشود، تمام افراد مسئول نه یگان ابراز اندیشه میکنن، سود میبینه این مسئله را ما دیده ایستاده ایم. بعد 10 سالم بعد 15 سالم اینه چند ماه پیش او سرباز را که لط و کوب کردگی بدن یک جایه بعد از دنیا گذشت. یک سربازی را که ما و شما را به خاطر اینی که خانه ما اوت در امن باشه، به خاطر که زن فرزندی من در امن باشه، به خاطر اونه که فرزند تو که از کوچه برآمد در فکر اون نباشه که یک طالب نه تای کش کنه ببرش، یک افغانستانی نه تای کش کنه ببرش، به خاطر او رفته است جانش از دست داده است، زیر لط و کوب قرار گرفته است. اینمی چند ماه پیش از دنیا رفت، مرد. بگین کشتن
جامعه شهروندی اصلا دهن شوا نکرد. جامعه شهروندی نداره برای جامعه شهروندی. مسئله ها بر ضد حکومت نبروین، بر ضد دولت نگین، شما خواهین ملت نکنین خطونه. اما ما جامعه است که به طور رای پرسی عمومی خلقی گرچنده که اگر قبولش هم نداشته باشیم ما یکی از نماینده‌های جامعه شهروندی می باشیم، خواهیم نیستیم. حقوق این که حقوق نداریم به این که بگیم که آیا واقعا هم باید تفتیش بشه و واقعا هم برای مردم باید پیشنهاد بشه و واقعا هم مردم باید بشناسن کسایی را که چنین سرباز فرزند ملت هم میبرن زیر لت کوب قرار بتن میکشن. امروز اینا دهنای هم خاموشن. سه سبب. اول سبب نیکی اگر اینکه از حکومت چی میخواهیم، قسم های حربی را که یک مبلغی بفایده و در یک جایهای استراتژیک قرار ندارن، از آن جمله مرز، اینا را از این داخلای شهر ببرین. اگر که نمیبرین این معنی را داره که شما به ملت، شما به نمی مردم ملت باوری ندارین. در داخل شهر دوشنبه یگانه حالتی را که میتونه صورت بگیره این که همین مردم شاید قیام کنن در یک روز نه یک روز. یعنی به همین مردم شما اطمینان ندارین که 10 تا 15 تا قسم حربی را در شهر دوشنبه جای کردگی. از شما خواهش اول بخواین اگر اطمینان به ملتتون بکنین و این همین قسم های حربی را که یک مبلغی بفایده را مصرف میکنن، اونا را این همین قسم های حربی داخل شهر هم یک نقطه دیگه را بگم برای چی ان؟ برای کسایی را که نمیخواهند مثلا در مرغاب، ناحیه مرغاب خدمت کنند، در ناحیه اشکاشیم خدمت کنند، در منطقه‌های سرد از لحاظ اینفراستراکچور نه اونقدر خوبی کشور خدمت کنند، مبلغ میتین، پول میتین تا اینکه در همین قسم‌های حربی داخل شهر بمانند. این هم یک نقطه یک راه پول کار کردن است. یک رئیس فرزند رئیس محله را که مجبور کردن یگان پول میتیم یا در شهر دوشنبه میرود 2 سال 3 سال سود عالی را خلاوری میکنه، یک هفته در کتفش میرود خانهش بعد 2 سال. اینا یک جنبه درآمدی حکومت است. اگر میخواهین قسم‌های حربی را بسته کنین از داخل شهر، از جایی را که لازمه نیستند و همین مبلغ را روانه کنیم تا اینکه زندگی شرط و شرایط در سرحدها خوبتر شود و این پایین میاره سطحی همون طلباتی را که شما باید مثلا 25000 سرباز نورس ببرین به صف قواهای مسلح، 15000 را میبرین، شرایطشون خوب میشه و مردم اختیاری میروند. یک پیشنهادی من بود. تشکر زیاد. بله، پیشنهاد بهترین. بفرمایید گفتین داشته باشین. در پایان با انتظار هستن. جمشید تو اینجا هستن. نروید اینجا. نفرای دیگه در پایان انتظار شوید. برادر جمشید اگر بالا بیارین یا رفما یک بله 1 دقیقه راپروس میکنم منم. نه من متاسفانه مرا زنگ زدن از چیز پرید از افیر شما برآمد. برادر فرهاد پیشنهادی را که برادر فرهاد کردین واقعا هم یک چیز دیگه نقطه عجایب، یک همین افیری که شما تشکیل کردگی بسیار هم یک فرمتش عجایب، چون این یک فرمت تو امروز در فضای مجازی نیست. اینکه ما فقط در خصوص کمبودی میگیم و تنقید تحقیر میکنیم تو جایی را. بله. کمبودی را میگیم، تنقید میکنیم کمبودی را و تحقیر میکنیم و از همه مهمترین چیز با فکر میکنیم که امروز در فضای مجازی کسایی را که به مسائل سیاسی و مسائل اجتماعی، مسائل فرهنگی و به هر مسائلی که دست میزنن یا که در خصوصشون گپ میزنن یک نکته هم علاوه کنین خواهش میکنم. سبب شما هم پیشنهاد کنید. ابراز اندیشه فکرتون بگه که چی باید کرد. روی حال ما پیشنهاد کرده ایستادیم. روی حال رو گفته ایستادیم. بله. من دارم پیشنهاد. من چی پیشنهاد دارم برای از بین بردن اینمی ابلاوا. این مشکلاتی را که امروز ما در تاجیکستان داریم، یعنی که به صف قواهای مسلح تاجیکستان شامل نشدن مردمی عادی که تو 18 سالن اختیاری. در بعضی دولت ها مردم نوبت میستند تا اینکه برن به خدمت حربی. اختیاری است. یعنی خدمت حربی یک مسئولیت هست، اما در برابر مسئولیت بدنش باید انسان خودش احساس مسئولیت کنه و اختیاری بره و همون 2 سال خدمتش ادا کنه. اولین مشکلی را که ما داریم هر وقتی که همین بودجه کشور
پارلمان تصمیم میگیره که در کجا چقدر مبلغش تقسیم کنیم، هر سال میبره منتشر میشه و سومونای از یا پلوس اینا میبرنش. اولین شده جمهوریت اینا. اولین چیزی را که ما مشاهده میکنیم واقعا هم یک پولی کلان در قسم های حربی جدا میشه. در همین برای مدافعه بسیار هم یک مبلغ هنگوق جدا میشه، یک پولی خوب جدا میشه. اولین پیشنهادی را که من دارم از شهرهای بزرگ، مثلا از شهر دوشنبه، در شهر دوشنبه ما چند قسم های حربی داریم، کی از کمیته امنیت دولتی ملیش باشه، کی از دیگر ساختارهای قدرتی. در مثلا ناحیه رودکی من بعضی کوچه ها و بعضی خیابان ها و بعضی قشلاق های هستن که 3 تا 4 تا قسم حربی است. همین قسم های حربی که در داخل شهرهای بزرگن. یک سوال، همینا چی فونکسیون را اجرا میکنن در شهر دوشنبه؟ اداره دولتی را در وقت لازمه به همین مهلت اپراتیوی میتونن حمایت کنن. یک، قصر پرزیدنت حمایت میکنن، ایرپورت، پوچتا، موست، بخشش موست نیست، این هم دوره ریولوسیون دادم رسید از لنین. یکم پوچتا را گیرید گفته است، تلگراف رو گیرید، موستا رو ویران کنید و دواریتسو رو گیرید. در دوشنبه همین است، نیک در دیگه جو نمیدونم برای چی. اگر اینکه بیای جواب همین باشه که جوابی چه خیلی که یورو گفتن، جواب همین باشه که برای ابیکت‌های دولتی را محافظت کردن در صورت یگان حادثه شدنش در داخل وطن، اپراتیوی حمایت کردن باشه. آیا شرطنامه‌ای را که بین 201 دیویزیای بازی حربی روسیه بستند، آیا یکی از پونکت‌های اساسی را که اجرا میکنه بازی 201 روسیه این نیست که در صورت یگان نزاع برخاستن در جمهوری تاجیکستان ابیکتایی را که مثلا اهمیت استراتژی دارن، خیلی که دوست می‌دارن گفتن، همون اهمیت استراتژی داشتگی را باید بیا محافظت کنن 201 دیویزیا. مبلغی برای چی شرایط مردم، اول اینکه برای چی مردم به صف قواهای مسلح اختیاری نمیروند. سبب اولش همین است که شرایط همون 2 سال از سر گذراندن و با بدن سالم از اونجا برآمدن امکانیت نداره. اینا همه میدونن، به همون خاطر مردم ترس جان دارن، به همون خاطر نمیرن. اگر مثلا روسیه بروه 50 در 50 شاید جای کار خوب بیه و شاید داره، اما اینکه به صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان شامل شوه در این 2 سال حتی 90/10 هم نیست که انسان 10% هم یگان باوری داشته باشه که جان به سلامت میبره در 2 سال. اولین نبودن شرایط لازمه سببش در این است که شاید مبلغ گذاری نمیرسه برای همین قسم های حربی. اگر که مبلغ گذاری نمیرسه، مبلغ گذاری کشور نمیرسه، آیا نمیتونه که همین قسم های حربی را که در شهرهای بزرگ 5 تا 6 تا 7 تا از شهر دوشنبه یک قدم بیرون 5-6 تا، از ناحیه رودکی 5-6 تا، سمت مثلا 46 میکرورایون پایان برای 5-6 تا قسم های حربی، همین قسم های حربی را بسته کنن و همین مبلغی را که امروز همون مبلغی را که مجلس عالی، مجلس نمایندگان که پارلمان پیش بینی میکنه هر سال همین مبلغ روانه کرده شود برای آنکه زندگی و معیشی و نمیفهمم یک حالت لباس سانیتری و مثلا چیزایی که در سرحد از همه جای مهم 1400 کیلومتر ما سرحد داریم و در همین 1400 کیلومتر رحمت باید بگیم فدراسیون روسیه را و زمان شوروی را که همون سرحد مثلا کمینداتور زمانش بودن، زستاوا بودن که ایش بهش علاقمندی داره و امروز در دست قسم‌های حربی در دست حکومت دنیا که نظام تاجیکستان است. آیا نمیشه که همین چیزا را ما کم بکنیم و همین مبلغ روانه کنیم برای اینکه سرحد، کسایی که در سرحد خدمت حربی میکنن در یک شرایط خوبتر و بهتر زندگی کنن؟ یک کمبودی را از بین میبره. اول. دوم، آیا قانون درباره اینکه انسان ها موظفن که برن خدمت وطن مادر کنن؟ اگر در اون آمده باشه که من موظف نیستم، من یعنی قرضی من این نیست که برم من در باغ، یعنی که مثلا 2 سال خدمت من برم در خانه کدام رئیس کدام دهقان، نخود که یک انسانی سربازی را که سرباز این انسانیه که از همه قیمت زیادتر داشته با در بین مردم همو است. مردم محافظت میکنه با جانش، شب خواب نمیروه، روز خواب نمیروه. نخود که همو انسان یک انسانی دیگه بیایه، یک صاحب کار، یک دهقان، یک کسی دیگه بیایه اونقدر به ارزش باشه.
از گوشش بگیره ببره سربازه 2 سال در زمین کار بفرمونه. واقعا هم درست گفتید. یا اینکه سرباز یک انسانی پر افتخار برای پخته بچینه، یا اینکه سرباز یک انسانی پر افتخار برای در ساختمانی نمیفهمم اوخای بریگاد ساختمانی قسم های حربی هستند، نه خود یک انسانی که از مثلا سرحدبان در سرحد خدمت حربی میکنه 2 سال خدمتش میره و در کیم کدام انسان در ساختمان وقتش میگذره. این تبلیغاتی است که اونا با خودش میاره، اونا میاره و در دهشون نقل میکنه که 2 سال خدمت من چگونه گذشت، با او میره و در یک نفر دیگر را نقل میکنه و همین چیز مردم هم میترسونن که به قسمای اختیاری نمیروند به صف قواهای مسلح شامل شوند. برای خدمت منصبداران نمیخوان رفتن. واقعا هم به خاطر چی؟ به خاطر که قدر قیمت منزلت یک انسانی سرباز برابر نال است. یکم سببش. دوم سببش وقتی که در قسم‌های حربی از طرف اشخاصی را که رتبه یک کمک بالاتر دارن ظلم صورت میگیره، لط و کوب میشوند و این چیز رسانوی میشود، تمام افراد مسئول نه یگان ابراز اندیشه میکنن، سود میبینه. این مسئله را ما دیده ایستاده ایم. بعد 10 سالم، بعد 15 سالم، این چند ماه پیش او سرباز را که لط و کوب کردگی بدن یک جایه بود از دنیا گذشت. یک سربازی را که ما و شما را به خاطر اینی که خانه ما اوت در امن باشه، به خاطر که زن فرزندی من در امن باشه، به خاطر اون که فرزند تو که از کوچه برآمد در فکر اون نباشه که یک طالب نه تای کش کنه ببرش، یک افغانستانی نه تای کش کنه ببرش، به خاطر او رفته است جانش از دست داده است، زیر لط و کوب قرار گرفته است. اینمی چند ماه پیش از دنیا رفت، مرد. بگین کشتن. جامعه شهروندی اصلا دهن شوا نکرد. جامعه شهروندی یک مسئله ها بر ضد حکومت نبروین، بر ضد دولت نگین، شما خواهین ملت نکنین خطونه. اما ما جامعه است که به طور رای پرسی عمومی خلقی گرچنده که اگر قبولش هم نداشته باشیم ما یکی از نماینده‌های جامعه شهروندی می باشیم، خواهین نیستیم. حقوق آیا این که حقوق نداریم به این که بگیم که آیا واقعا هم باید تفتیش بشه و واقعا هم برای مردم باید پیشنهاد بشه و واقعا هم مردم باید بشناسن کسایی را که چنین سرباز فرزند ملت هم میبرن زیر لط کوب قرار میتن میکشن. امروز اینا دهنای هم خاموشن. 3 سبب. اول سبب اگر اینکه از حکومت چی میخواهیم، قسم های حربی را که یک مبلغی بفایده و در یک جایهای استراتژیک قرار ندارن، از آن جمله مرز، اینا را از این داخلای شهر ببرین. اگر که نمیبرین این معنی را داره که شما به ملت، شما به نمی مردم ملت باوری ندارین. در داخل شهر دوشنبه یگانه حالتی را که میتونه صورت بگیره این که همین مردم شاید قیام کنن در یک روز نه یک روز. یعنی به همین مردم شما اطمینان ندارین که 10 تا 15 تا قسم حربی را در شهر دوشنبه جای کردگی. از شما خواهش اول بخواین اگر اطمینان به ملتتون بکنین و این همین قسم های حربی را که یک مبلغی بفایده را مصرف میکنن، اونا را این همین قسم های حربی داخل شهر هم یک نقطه دیگر را بگم برای چی ان؟ برای کسایی را که نمیخواهند مثلا در مرغاب، ناحیه مرغاب خدمت کنند، در ناحیه اشکاشیم خدمت کنند، در منطقه‌های سرد از لحاظ اینفراستراکچور نه اونقدر خوبی کشور خدمت کنند، مبلغ میتین، پول میتین تا اینکه در همین قسم‌های حربی داخل شهر بمانند. این هم یک نقطه یک راه پول کار کردن است. یک رئیس فرزند رئیس محله را که مجبور کردن یگان پول میتیم یا در شهر دوشنبه میرود 2 سال 3 سال سود عالی را قلاوری میکنه، یک هفته در کتفش میره و خونش بعد 2 سال. اینا یک جنبه درآمدی حکومت است. اگر میخواهین قسم‌های حربی را بسته کنین از داخل شهر، از جایی را که لازمه نیستن و همین مبلغ را روانه کنیم تا اینکه زندگی شرط و شرایط در سرحدها خوبتر شود و این پایین میاره سطحی همون طلباتی را که شما باید مثلا 25,000 سرباز نورس ببرین به صف قواهای مسلح، 15,000 را میبرین، شرایطشون خوب میشه و مردم اختیاری میروند. یک پیشنهادی من بود. تشکر زیاد. پیشنهاد بهترین